جمهوری اسلامی و تخریب ایران و ایرانی در تمامی ابعاد. اگر مقداری واقع بین باشیم و رخدادهای پیرامون خود را نه از دریچه عینکی رنگی و مختص به رنگی خاص ببینیم، یعنی مقداری دقیق‌تر و منصف‌تر بنگریم و قادر به دیدن دنیای رنگین و وسیع میان سیاه و سفید باشیم، بدون شک زاویه دیدمان واقعی‌تر و در نتیجه تعاملمان با موضوعات مختلف دقیق‌تر و موزون‌تر خواهد بود. در اینجا بهتر است که بر روی سوژه‌ای خاص متمرکز شویم و آن نیز سلطه استبدادی قریب به نیم قرن رژیم اسلامی بر پهنه‌ای جغرافیایی به نام ایران است. این کشور از هر منظری دارای ویژگی‌های مختص به خود است، مانند موقعیت جغرافیایی، سیاسی، ترکیب و تنوع ملی و مردمی، تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی، منابع و معادن و غیره. چنانچه این کشور با این ویژگی‌ها دارای سیستمی حکومتی و مدیریتی مدرن بود، بدون شک در عرصه معادلات منطقه‌ای و جهانی دارای جایگاه ویژه می بود. اما سیستم حکومتی حاکم بر آن امروزه در تمامی زمینه‌ها این ویژگی‌ها را زدوده و به عنصری نامطلوب تبدیل نموده است. جا دارد ببینیم فضایی که رژیم اسلامی خالق و بانی آن است به چه قیمتی برای این مردم تمام شده است. آیا مسبب این همه تحقیر، بی‌حرمتی، اهانت و فلاکت فقط جمهوری اسلامی است؟ آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم حکومتی غیر متعارف و قرون وسطایی به تنهایی و بدون بسترسازی مطلوب خود قادر به بار آوردن این همه ویرانی و ویرانگری است یا نه؟ بدون شک هیچ حکومتی علیرغم در اختیار داشتن تمامی ابزارهای قدرت و حکومت با وجود فاصله عمیق میان حکومت و مردم و بیزاری عمومی بدون همراه داشتن لایه‌هایی از همان مردم هیچگاه قادر به تداوم سلطه خویش نبوده و نیست. رژیم اسلامی حاکم بر تهران از این نوع سیستم هاست. آنها با تکیه بر باورهای تقلیدی مردم و سوار بر موج پوپولیسم ناب بر اریکه قدرت تکیه زده و در جامعه‌ای که اکثریت آنها نه فلسفه دولت، حاکمیت و ملت را متوجه بودند و نه واقع بر حقوق مشروع، انسانی، روتین و اساسی خود. لذا گرفتار در باورهای تقلیدی خود و قائل شدن ناشی بودن تمامی امورات از مشیت الهی از خود سلب اختیار کرده و زندگی دنیوی و اخروی خود را به رهبران دینی و مراجع تقلید واگذار نمودند. زمامداران فریبکار نیز با توسل به این حربه به تمامی شؤونات زندگی مردم چنگ انداخته و آن را به زیر سلطه خویش کشیدند. حکومت با بهره‌گیری از تمامی ابزار و امکانات به تعمیق و تحمیق بیشتر همت گماشت. امروزه جامعه ایران به 3 بخش عمده تفکیک شده است که عبارتند از اقلیت ناچیز حکومتگران، لایه‌ای گسترده‌تر که یا کاسبکارانه از این همراهی سودی عایدش می شود یا نانش در دستان آنهاست. آخرین بخش توده وسیع میلیونی که سهمش از ایران و ایرانی بودن، کار و رنج و مشقت و تحقیر و لگدما شدن و لمس تمامی تبعیضات و ستم و نابسامانی هاست با تمامی وجود. فرهنگی که در 40 سال گذشته از سوی حاکمیت و تریبون‌های کاملا انحصاریش تبلیغ شده است، تملق، چاپلوسی، چندچهرگی، ریا و دروغ بوده است. همواره سعی حکومت بر این بوده است که اخلاق و کرامت را از جامعه بزداید. پرمی محل نیست هنگامی که در فرانسه قیمت بنزین افزایش پیدا می کند، مردمی متحدالقدم و متحدالشکل به خیابانها می آیند. آن وقت در ایران برخیا برای گرفتن چند لیتر بنزین با صفهای طولانی به نزاع و کشمکش می پردازند. جامعه‌ای چقدر باید کرامتش شکسته شده باشد که برای ساعتها در صف گوشت و مرغ یخزده معطل مانده و با هم گلاویز شوند. اگر امروز قشر میانگین جامعه با تکیه بر تتمه اندوخته سالیان پیشین خود ارتزاق می کند،
آن مقدار تا چه زمانی ماندگار است؟ بدون شک آمار نزولی سقوط به زیر خط فقر روزانه در حال گسترش است و تمامی داده‌ها بیانگر شتابی سهمگین در این مسیر است. بنابراین جامعه ایران هیچ راهی پیش روی خود ندارد به جز خط بطلان کشیدن بر تمامی سهلنگاری‌ها، باری به هر جهت‌ها، نادیده گرفتن‌ها، فرار از واقعیت‌ها و به میدان آمدن و خاتمه دادن به 40 سال حیله‌گری، تاوان، جنایت، تاراج، کشتار، زندان، تبعید، بی‌حقوقی، کرامت شکنی و غیره و سپردن عامل تمامی آنها به زباله‌دانی تاریخ. لازم است یک بار و برای همیشه مردم فلسفه وجودی و کارکرد دولت و حاکمیت و وظایفش در قبال جامعه و نقش و جایگاه مردم در نزد حاکمان و حقوق همان مردم را بدانند و بر آن بستر و در آن مسیر انرژی و پتانسیل خود را به کار گیرند.